برتری دادن امام علی رضی الله عنه بر نوح پیامبر علیه السلام. نوح من افتلم یا نوح 950 سال امتش را به توحید و نبوت دعوت کرد، آخر بار نفرین کرد، همه را از بین برد. اما من نوح ها زنشا نزدن، نوح ها خونشا نسوزوندن، نوح ها بچهشا نکشتن، نوح ها حقی ازش نبرده بودن، ولی من خونه ما سوزوندن، بچه ما کشتن، زن ما کشتن. 25 سال صبر کردم، در حالی که مثل آدمی که استخون تو گلو خار به چشم تو خونه نشستم. فاطمه زهرا فرمود اشتملت شملت الجنین، مثل بچه تو رحم مادر زانو تا بغل گرفته نشسته، حق ما بردن. اما لب به نفریبا نکردم. من افضلم یا نوح؟ کدوم افضلی؟ این آخوند رافضی با توسل به روایت دروغین و ساختگی قصد دارد تا ثابت کند که مقام و مرتبه امام علی رضی الله عنه از مقام و مرتبه پیامبر اولوالعزم نوح علیه السلام بالاتر است. البته این صحبت برگرفته از باور پوچ و بی اساس رافضیان مبنی بر افضلیت مقام امامت بر مقام نبوت است. روافض بر این باورند که امامان دارای درجه و مقامی هستند که هیچ فرشته مقرب و یا پیامبر مرسلی به آن نرسیده است. اگر امامت مقامی والاتر از نبوت است، پس چرا قرآن کریم پیوسته انسانها را به سمت ایمان به پیامبران فرا می‌خواند و به امامت و امامان هیچ اشاره‌ای نمی کند؟ و چرا قرآن کریم در آیات متعددی با ذکر نام و بیان زندگی نامه انبیا علیهم السلام آنها را برای ما الگو معرفی می نماید و از دیگران برتر می داند؟ الله متعال در سوره مبارکه انعام بعد از ذکر نام 17 پیامبر بزرگوار در آیات 83 تا 86 در پایان می فرماید و کلا فضلنا علی العالمین، و همه را بر جهانیان برتری دادیم. در ادامه در آیه 90 ما را به اقتدا به آنان امر می نماید اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. ایشان کسانی هستند که الله هدایتشان نموده است، پس از شیوه آنان پیروی کن. این در حالی است که در این آیات و تمامی آیات قرآن کریم هیچ ذکری از این امامت ساختگی یافت نمی شود. و اگر امامت مقامی بالاتر از نبوت است، پس چرا امیر مؤمنان علی رضی الله عنه آن را از لنگ کفشی بی ارزشتر می داند؟ در نهج البلاغه خطبه 33 آمده است که ابن عباس رضی الله عنه می گوید در ذیقار بر امیر مؤمنان وارد شدم در حالی که کفشهایش را وصله میزد. پرسید ارزش این کفش چقدر است؟ گفتم بی ارزش است. امام فرمود به الله قسم این کفش برایم از حکومت و امارت بر شما دوست داشتنی تر است، مگر آن که حق را برپا دارم یا باطل را دفع کنم. و اگر امامت مقامی بالاتر از نبوت است، چرا قرآن کریم به جای آنکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان امام معرفی کند، به عنوان عبد، رسول و نبی معرفی می نماید؟ آیا شایسته نبود که قرآن کریم حداقل برای یک بار هم که شده ایشان را با ارزشمندترین لقب یعنی امام خطاب کند؟ همچنین از بررسی کاربرد لغوی کلمه امام در قرآن کریم به این نتیجه می رسیم که الله متعال این کلمه را برای سران کفر نیز استفاده نموده
و آنان را امام نامیده است، در حالی که هرگز کلمه نبی و یا رسول برای سران کفر استفاده نشده است، که این مورد نیز خود دلیل دیگری بر افضلیت مقام نبوت بر امامت ساختگی شیعیان است. الله متعال درباره فرعون می‌فرماید: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. پس ما او و سپاهیانش را گرفتیم، آنگاه آنان را به دریا افکندیم. پس بنگر سرانجام ستمکاران چگونه بود. و آنان را امامانی گرداندیم که به سوی آتش یعنی دوزخ فرا می‌خواندند و روز قیامت یاری نمی‌شوند. اما درباره آنچه که این آخوند رافضی بر نوح علیه السلام خورده میگیرد، نوح 950 سال امتش را به توحید و نبوت دعوت کرد، آخر بار نفرین کرد، همه را از بین برد. اولا باید گفت هنگامی که پیامبری دعا نماید و الله متعال نیز دعای وی را برآورده سازد، دیگر چه کسی حق اعتراض دارد؟ آیا الله متعال بر این امر راضی نبوده است و از روی اجبار دعای نوح علیه السلام را پذیرفته و قومش را هلاک نموده است که شما بر ایشان خورده میگیرید؟ ولی من خونه ما سوزوندن، بچه ما کشتن، زن ما کشتن، 25 سال صبر کردم، در حالی که مثل آدمی که استخون تو گلو خار به چشت خونه نشستم. ثانیاً این روایات بی اساس و بی سند افسانه شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها را از کجا ثابت می کنید؟ چگونه ممکن است که شیر خدا در برابر این هجوم ساکت نشسته باشد و بعد از کشته شدن مادر دخترش ام کلثوم رضی الله عنها را به عقد قاتل مادر یعنی عمر درآورده باشد و در طول 23 سال وزیر و مشاور و همکار و همیار قاتلان همسر خود باشد؟ آیا مهمتر از امر امامت غصب شده و همسر کشته شده مسئله دیگری وجود داشت که امام علی به خاطر آن سکوت کند؟ مگر فراموش کرده اید که علی رضی الله عنه در جنگ نهروان چه بلایی بر سر خوارج درآورد و چگونه آنان را از دم تیغ خود گذراند؟ آیا این شیرمرد در مسئله ناموس خود از شمشیر خلفای قبل از خود می ترسید که دست به شمشیر نبرد؟ ثالثاً اگر امام علی رضی الله عنه از نوح علیه السلام که یکی از پیامبران اولوالعزم الهی است برتر می بود، پس چرا هیچ ذکری از ایشان در قرآن کریم نیست، در حالی که نام نوح علیه السلام بارها در قرآن کریم ذکر گشته و حتی سوره‌ای به نام ایشان نامگذاری شده است؟ این روافض نه تنها علی رضی الله عنه را بر نوح علیه السلام برتری می‌دهند، بلکه نوح علیه السلام را قبرکن امام علی رضی الله عنه هم می‌دانند. به این کلیپ توجه نمایید. همین مسلمان ها با خلیفه پیغمبر دشمن میشن. لذا فرمودن که شبانه حسنم عقب جنازه رو بگیرید، تابوت رو جلوی جنازه رو رها بکنید و این خودش به اعجاز حرکت میکند. آنجایی که تابوت زمین آمد آنجا جایگاه قبر من است که شبانه آقا امام حسن سلام الله علیه، آقا امام حسین صلوات الله و سلام علیه، عبدالله ابن جعفر، محمد ابن حنفیه و عده‌ای از اصحاب خواص اون حضرت آخر جنازه رو گرفتن، جلوی جنازه رو جبرائیل و میکائیل برداشتن. اینا اومدن شبانه از کوفه خارج شدن، رسیدن به این منطقه‌ای که الان قبر اون بزرگوار هستن. خود جلوی تابوت اومد زمین. اونجا لوحی دیدن، سنگ سفیدی دیدن که نوشته شد اینجا قبر
امیر المؤمنین سلام الله علیه خلیفه پیامبر است که نوح نبی برای برادرش علی ابن ابی طالب کنده است. نوح نبی برای برادرش علی ابن ابی طالب کنده است و لذا قبر رو شکافتن. قبر آماده‌ای بود، حضرت رو در اون دفن کرده. قضاوت با شماست. oh